کنم که یه پسر آفریقاییه. جوزف مثلا. من اسمم عارفه و 8 سالمه. من از آفریقا میام. من تعجب میکنن که این فارسی رو اندازه خودشون بلده، همجوری میگه صبر کن بابا. حالا مجنون شدم از وزن خودم، من سنما. But I was just asking myself, how did this happen? پدر مادر دو نوع هست، یکی بیولوژیکال هست، یکی هست پدر مادر طبیعی هستن. خواستیم کسی که هیچ کس اصلا نداره قبول کنیم، برای همین اسممون رو ما تقریبا 9 سال قبل از اینکه عارف رو بگیریم گذاشته بودیم. In Setswana we say Boto. Boto, someone who is friendly, who doesn't care whether you are black or you are what. و بعد از چند ماه دیگه عادی شده، دیگه حالا فکر این که چه کار خوبی کردیم یا فلان اینا نیست، فکر میکنیم بهترین کاری که میتونیم برای بچه خودمون بکنیم برای عارف هم انجام میدیم. حتی اون چند ماه اول که مثلا با کالسکشی مرمر میرفتیم و اینا، مردم نگاه میکردن به ما دوتا و به این بچه شاخ در بردن. They see them with the black kid. They just ask themselves, where do they take this black kid? Some they know, then they say, hey, but they are good people. از ایران هم که طبق معمول آدما میترسن، میگن که کجا میری، اونجا جنگل و حیوانه و میخورن شما رو اینا. بوتسوانا که چیزی نداشت، ما هم چیزی نداشتیم. یکی از این فامیلامون از تهران، از شهر به این پرنوری بلند شدم توی مستقیم بیاد ما رو ببینه اینجا نشستیم، فکر میکنیم با دیوونه هستیم. ولی وقتی ما وارد شدیم همه چی برای ما خیلی بیشتر از اون که انتظار داشتیم بودش. They don't care whether you are black or white. You have just to love one another. بهترین مسیج شاید این باشه که خود از جلد خودت بیرون بیا، یه خورده به دور و بر خودت نگاه بکن، خیلی وابسته به اعتقاداتی که از پدر مادر یا قدیما به تو به اصطلاح تزریق شده زیاد چیز نکن. One can learn from one another. رنگای گل اگر همه مثل هم باشن خیلی خوشگل به نظر نمیاد، ولی اگر همشون فرق به هم داشته باشن خیلی قشنگ میشه.